زبان فارسی تنها یک زبان نیست، بلکه هویت است، تاریخ است، فرهنگ است، تمدن است. و دلچسب‌تره که زبان یک قوم نیست، زبان یک کشور نیست، زبان یک مردم نیست، بلکه زبانی است که روزی در گستره بزرگی از آسیا تا به گوشه استانبول یا اروپایی گسترش داشته. یعنی گویندگانی از استانبول امروزی، از بالکانات امروزی تا به پهنه آسیای مرکزی، تا به بنگال و حتی در مسیر راه ابریشم، این زبان زبان ادبیات بوده، زبان تجارت بوده، زبان فرهنگ بوده و زبان مردم بوده. و امروز جوانان باید برای پاسداری زبان مادری چیکار باید کرد؟ خب این میراث بزرگی که از نیاکان ما مانده، از فردوسی بزرگ مانده، از رودکی بزرگ مانده، از خیام، از سعدی و از حافظ و از سنایی و مولانا و که نمیدونم کی را باید یاد بگیریم. ایره دیگه باید مثل مردمکی چشم ایره بیاموزن، در حفظ ازی، گسترش ازی و پاسداری از زبان باید سعی و تلاش کوشش بکنن. یعنی شما وقتی که به هندی بزرگ می روین، شما وقتی که به استانبول می روین، شما وقتی که به آسیای مرکزی، در همه جا این زبان با شما صحبت میکند. خاطره دلچسبی برای شما بگویم که من روزی به زیارت مولانا در قونیه رفتم. کسی بود که با زبان انگلیسی برای ما میخواست تشریح کنه. من که در خواندن اشعار شروع کردم، یا گفت من بر شما تشریح کنم یا شما به من تشریح میکنیم. اونجاست که شما عظمت این زبانه و گسترش زبان، پهنای و عمق زبان درک میکنید. و این میراث ما باید نسل جوان و به فرزندان خود باید انتقال بدیم که اونا ایراد همچنان گسترش بدن و مثل مردمک که چشم حفظ کنن و نگاه بدارن.